سه روز اخیر است که پول‌های انتقالی روبل روسی در بانک‌های تاجیکستان با پول ملی سامانی تبدیل و به صاحبانشان می‌دهند. این اقدام بر اساس دستور نو بانک ملی تاجیکستان راه اندازی شده است. دستور نو بانک ملی به افراد واقعی که در بانک‌ها حساب ندارند ربط دارد، اما به پول شرکت و کارخانه‌ها دخل ندارند. همچنین این اقدام نو با اسعار خارجی چون دلار و یورو ارتباط نمی‌گیرد. امروز البته مشکلیش همین که این قطعا منع شده است و باید که ما به همه نوابسته از خواهش آنها باید که مبلغ سامانی دهیم. راستی خیلی این من فکر میکنم که حالی که نه 2 روز گذشته است حدود به یک چارچوبه ندر آمده است، نه همه روزی هستند. راستی دیگر خیلی میفهمند. مثلا یک واهمه زیر کرده است مردم، فکر میکنند که این به ضرر باشد، انا قرب بالا میرد، پایان میباید، فایده میبینیم، ضرر میبینیم. از همین حساب کمتر روگم شدن، لیکن من فکر میکنم که آهسته آهسته همین به تنظیم میدراید. مقامات رسمی میگویند که این اقدام با هدف بالا بردن قرب پول ملی و اجرای ماده 340 کودکس گراجدانی تاجیکستان در مورد استفاده پول ملی برای حساب برابرکنی در داخل کشور صورت گرفته است. هفته گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در جلسه سالانه حکومت خواسته بود که تمام عملیات خرید و فروش در حدود جمهوری تنها با پول ملی صورت بگیرد. این البته همش در اساس قانون، در اساس دستورهای بانک ملی وای کرده می شود. ما همین باید که به نظام دراریم، باید که ما همین توانیم که به مردم رسانیم. اما این اقدام خانواده برخی از مهاجران را که پول فرستاده نزدیکانشان را با روبل روسی گرفته در حالتهای ضروری آن را با قیمتی برایشان موافق عوض می‌کردند نگران ساخته است. آنها میگویند که چنین برخورد ضربه دیگر به جیب به این هم خالی آنها و نزدیکان مهاجرشان در روسیه است. 10,000 روی کند اینا 60 سومون زیان کردیم. اکنون روز با این اگر روی کند باشن 10 دیگه با 60 سومونی که میشه 120 سومون زیان. امیت که زیان بینیم میگن روی نکنه، یگون حساب کنید در دست قطعی بیاریشون. نه چی اینه چیکار کنیم؟ روبل پاس بالانس ناش خیلی ممکنه خیلی فهمیدن ممکنه خیلی که هم میگه کریزیس خیلی خشتگی روزی خیلی چند مدت خیلی سوم میقپیم دبارمون میتونیم با تنخ بالان رفته مایده کنیم روبل. روزی هستیم که همین روبل از اون طرف وقت که روان میکند قرب اسورا روبل گیریم، نه فقط تاجیکی. همین را برطرف کنیم. حالا 1000 روبل روسی 106-107 سومانی قیمت دارد. در سال 2014 1000 روبل روسی تا 150 و از آن بیشتر قیمت داشت، اما در آغاز سال 2015 یک بار تا 65 سومانی پایین فرآمد و هنوز هم نتوانسته است قامتش را راست بکند. دستور نو بانک ملی در مورد به سومانی گرفتن روبل های فرستاده مهاجران در حال است که قبلا همین نهاد عوض کردن دلار آمریکایی در بیرون از حدود بانک ها و سازمان های قرضدهی و نقطه های انتقال پول را منع کرده به در همه صرافی ها قفل زده بود.